من بسیار در نماز غلط میکنم. اگر پس بخوانم، اگر نماز را کمکک بلند بخوانم خطا نمیکنم. یعنی نماز بلند خوانم غلط نمیکنم، پس بخوانم غلط میکنم. من دخترک هستم، میگن آواز دخترک سطر هست. من چی کار کنم؟ و سوالی که دادن آواز دخترک سطر هست، این غلط است. آواز دخترک سطر نیست. آواز دخترک سطر است در وقتی که در نزدش مردهای باشند که مثال محرم این نباشند، مردهای بیگانه باشند، این حالت در آواز زن سطر میگن. لیکن در نماز همه شما چی زن و چی مرد می توانیم 5 وقته نماز کدامش نباشد، چی بامداد چی پیشین. گفتی عباره مختصر که والمنفرد خیرت این ادا، آدمی طاقت گذار حق دارد خواب پس میخواند خواب بلند. اگرچه نماز پیشین باید پس خوانده شود، عصر پس خوانده شود. اینها فقط برای امام هستند، برای آدمی طاقت گذار نیست. برای آدمی طاقت گذار میتونی با تمام آواز در خانت بخوان، چی پیشین باشد چی عصر باشد. نمازهای بلند میتونیم پس بخونیم. بلند یعنی اختیار شما هست اگر طاقت گذار باشین. این بلند خواندن و پس خواندن فقط برای همون خطیب است، برای ملا است، برای امام است، برای شما نیست. همه تون میتونیم بلند میخونیم پس میخونید، این حق شما هست اگر در خانه نماز ده تنها گذار باشین.